من خواهش میکنم از تحقیر در حق زنها و در حق مادرها خودداری کنین. زنهای اونها، خواهرای اونها، مادرای اونها، من خواهش میکنم برادرها خودداری کنین. من خب دلیل میکنم از مدیریتی کسانی که در این بالا حرف میزنین، من خواهش میکنم زن، مادر، خواهری هیچ یک منصب داره، هیچ یک اگر مسئول است، مسئولیت داره، از مسئولیتش حرف زنیم. جوان مرد باید باشیم، دست به زنها و به مادرها و به خواهرها و نمیدونم به اونها نزنیم. ای مردم، این سیاست نیست. من همین شخصا خودم ایرم از سیاست قبول نمیکنم. درست از طرف، من بارها گپ میزنم، درست از طرف نامرد است، ما ایره قبول داریم. ای مردم، ما قبول دارم که رحمانوف و حکومتی و امنیتی او ساختار و قدرت او اداره که داره اونها نامردی میکنن. من همش در نظر ندارم. البته کسانی که میرن خونه یک مبارز، زنی او را، همسری، خواهری او را، مادری او را، دختری او را، نمیدونم چی کسایی را ظلم میکنن و چی کسایی را در زندان هاشون تجاوز میکنن، زنها را چقدر تحقیر میکنن. ما ایره قبول دارم اونها نامردن. نو ما یک راهی که برآمدیم، دعوای عدالت داریم، دعوای مردی داریم، دعوای شجاعت داریم، یک دعوای بزرگ داریم. اما چه میشه که در این دعوای بزرگ ما از خدا و از قرآن و از رسول گپ زنیم و از مردانگی گپ زنیم، دنبال زنی او، دنبال خواهری او، دنبال بخشش زیاد ازارهای کسای زنها و خواهر او برسیم. این سیاست نیست و این عمود راه طولانی نیست. من همین از این برمیگم و آینده هم خواهم گفت و من مطمئن هستم که و این عمود سیاست دور دوام نمیکنه. به زن به مادر کار نگیرین، اونها مقدسن، اونها عزیزن. درست است اگر امروز فرض کردیم آزاده رحمان، اگر من هر چی میگم از مسئولیت گپ میزنم، رئیس دستگاه هست، از مسئولیتی و اگر در جای مسئولیت داره از او میگم. در دیگر حالت خور و خواب گشتن، نمیدونم پریدن، رقصیدن، چریدن، آشی بدنشون شود، بخرن بگردن، گورش جدا، ایمانش جدا، خواب فرید. همچه یک فرد، یک شهروند میگم که بس کنین دست از جنایت، بس کنین ظلم، بس کنین غارت، بس کنین. اما با مردها شد ما حرف میزنیم که شما نامردین، شما ضعیفین، شما ناتوانین، شما اصلا از سیاست، از ساخت دولتداری بوی نمیبرین. شما بیاین در روی این میز بشین، همراه مردم گپ زنین، در برنامه داخل شوین گپ زنین و این زیبنده است. با او خاطر دوستان عزیز، درست است برادر، ما در کامنت ها نویسم میکنن که اونها با زنهای ما کار میگیرن، که ما در بالا گفتم اونها چون نامردن کار میگیرن. پس ما او رونی همو بفرویم نامرد چیم کار بگیریم و اون که ما برای اونها نشان دهیم که شما اینجا بین از مکتب ما گپ زنین. کدامش بهتر و افضلتر و خوبتر است؟ برای من بگین کدامش؟ تصور که در همینجا یک احمق دزدی داره، دزدی کرده است، من در سطح همین بفرم دزدی کنم، یا که من از همین او رونی سطحی که ازم قرار دارم بستم همین را بگم که دو در ای اکا ای برادر، همین کاری تو احمقی است، حرام است، جنایت است. مالی هم را ندز، ها ایجا بیا. ایجاد زندگی این نموده است، زندگی این نموده است، این نمود زندگی کن. نرا دست به ظلم یک کس نزن، دست به مالکیت یک کس ندز، یک کس تجاوز نکن، یک کس نمیدونم گپ قبیح نگو. کدامش بهتر است؟ برین دیوانه را بپرسین، دیوانه است که پروردگار او را کم عقل آفریده است، او میگه بله در همون جبه همین را بگو که نکنه، دست به ظلم نزنه. ولی طرف نامردی میکنه، تجاوز میکنه، ما بریم مثل همو بفرویم، دعوای ما پس گجا میشود، پس مبارزه ما گجا میشود. پس بیاین، پس ما از او هیچ کمبودی نداشتیم، هیچ کمبودی نداریم. از سیاست امروزه رحمانوف مدام ما مثل همو احمق میگیم، کمبودی نداریم. با او خاطر ما باید این راه عوض بکنیم. راه مبارزه، راه این چیز، این راه فساد نزنید. من خواهش میکنم برادرها، کامنت میکنین عزیزایی که مرا میشنوین، بیاین همین راه مبارزه راه پاک است، راه پیامبرا است، راه کسانی است که پاک از دنیا گذشتن. همین راه ما فرسوده نکنیم. مدام نمیتونیم، پس ما از این راه بریم یک جای دیگر. این راه نگذارین به این اصول که بزن و بخواهر و به مرد نمیدونم دشنام کنین، حقارت کنین، این کنین، این نگذارین به این حالت. این راه جوان مردی میخواه. به هیچ قیمت نفروشیم باید ما این چیزا، به هیچ قیمتی.